چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. وقتی که جان کندن انسان شد، با سر تخت هم خواه باشی نمو لغتک زده میری، سر خاک هم باشی در بین دریا هم باشی نمو لغتک میزنی. فلا تخشوا الناس واخشونی. الله متعال بر ما و شما میگه مردم، شما از انسانها نترسین، از انسانها نترسین. واخشونی اینجا نون زیر نیست، نون زیر نیست اینجا به این معنا هست اینجا که یا حذف شده. اصلش چی است؟ واخشونی. الله متعال میگه شما از کی بترسین؟ اینجا ضمیر چی استعمال کرده، جمع یا مفرد؟ یعنی این توحید است. توحید در ترس. فهمید؟ توحید در چی است؟ ترس است. و شما کسایی که خود پیرو پیغمبران میگیرین و علما میگیرین و زاهدا و با تقوا میگیرین، ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا. شما آیات الله را به این متاع اندک دنیایی نفروشین. چرا؟ بعضی کسا هستن در مقابل ازی که یک آیت قرآن انکار بکنن 10 صندوق دلار بگیرن. این 10 صندوق دلار اگر در امریکا هم بری پیش از اون می کاغذ است، یک چیزی بی ارزش است. مثلا که ما براتون بگم، اگر میال رئیس جمهور امریکا اعلان کنه که دلار ناچل شد، امی کسایی که صحیفه‌های خود پر کردن کلشان زوف میکنن نمیکنن؟ در یک سخن یک بنده زوف میکنن نمیکنن؟ الله متعال میگه میگه کلی نمی دنیا مثل دلار ناچل است. مجردی که مرگت بیاید چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. وقتی که جان کندن انسان شد، با سر تخت هم خواه باشی نمو لغتک زده میری، سر خاک هم باشی در بین دریا هم باشی نمو لغتک میزنی. پس الله متعال میگه که این دنیا بی ارزش است. چیزی که با ارزش است او را الله به دوستای خود میده، چیزی که بی ارزش است او را زیاد برای دشمنای خود میده. با پیغمبرها که بسیار دوستای نزدیک الله بودن، برای از اونا وحدانیت خود و صفات خود بیان کرد، برای از اونا کتاب خود داد، عقیده توحید برای از اونا داد. برای دشمنای خود چی داد؟ دشمن الله قارون بود، بر قارون پیسه داد که میگه حتی امو کلیدای از زیر یک کاروان نقل میداد، کلیدایشه. اگر متاع دنیا پیش الله، پیش ما و شما خود طبعا انسان هستیم، پیش ما و شما ارزش داره. اگر متاع دنیا، اینمی دنیا و اینمی ساختمان ها و اینمی تیاره ها و اینمی راکت ها و اینمی اسباب دنیا پیش الله به اندازه یک بال پشه ارزش میداد، او را به دشمن خود نمیداد. اگر به اندازه یک بال پشه ارزش میداشت، اهمی دنیا را برای کافر، برای دشمن خود نمیداد، چون بی ارزش است. برای دشمنای خود چی کرده؟ زیاد دادن. اما دوستای حقیقی خدا چی را دادن؟ توحید برشان داده، کتاب خدا برشان داده، هدایت برشان داده. بناهن هر کسی را که اگر الله تو را توفیق داد که در درس توحید بشینی، بفهم که الله تو را دوست داره. اگر پایت از این درس قطع کرد، الله نخواسته تا سعی کنین. یک مثال براتون بگم، شما بین اردیتون شما تا بین نترسین، تو هم بین تم راسته، تو هم کم. این حال مثلا اینجا ساشه، اینی 4 نفر هستن، نه؟ این 4 نفر
گفتم شما 4 نفر من کار دارم، هر 4 تان بیاین بخیر در سر زمین کامپیوتر کار میکنیم. صحیح است؟ هر 4 دانه کامپیوتر براتون میتم شما نوشته کنین. صحیح است؟ هر 4 از نوشته کردم. کار اینجا که من دیگر سیل کردم هر 4 از برای گفتم بسیار تشکر، خودت امروز آمد کشیدی، همین چند سفر که نوشته کردی، جزاک الله خیر. با ما خدا دیگه هر وقت باز دید انشالله. شما هم تشکر زیاد بفرمایید. خودتون خیلی ببینید کار کردی، کار دیدم، پناهید بخدا. تو صبا هم بخیر بیا. فهمیدی؟ و من بها تحية مشتاق كثير التعلق تحية مشتاق. چرا کاری که تو در کامپیوتر کرده بودی بسیار خوشم آمد، بسیار دقیق، بسیار خوبش، بسیار منظم. او 3 تا دیگه غیبتشان نشه. کار کرده بودن، خب یکیش 5 صفحه جور کرده بود برام، یکیش فکر میکن استاد نمیفهمه، او اصلا 1 صفحه نوشته کرده بود، فونتش از 14 گرفته بود 20 ساخته بود، خطش. او را که من خانم دیدم که میگه ما 5 صفحه کار کردیم، او در حقیقت او را که من پس 14 ساختم چی شد؟ 1 صفحه. او دیگهش تایپم کرده بود، مقصد روز خدا تیر کرده بود. او دیگهش کار کرده بود جمله بندیش، لکن از خودت هم جمله بندیت خوبش بود، هم کارت خوبش بود، هم غلطی نکرده بودی، کلش چیزات خوبش بود. تو صباح هم بیا میجا بخیر من حیث کامپیوتر کار در دفتر ما مقرر استی. فور اگزامپل خب کال صباح برستی ندی ایناله شما را مثال گفتم، یعنی مثال ایناله یک نفری که در درس میایه، اگر الله درس خواندن از زیر خوش کرد سبا بازی رو توفیق میده که باز بیاد در حلقه توحید بشینه تا که قرآن ختم کنه. اگر شیشنش خوش الله نامد توفیق از پیشش میگیره، سبا که بیری پرسانش کنی کجا بودیم، اگر رفتیم یک فیلم که هندی خوبش پیدا کردم مأمور خودم مصروف کردم. پس الله متعال بهترین نعمت خدا برای بهترین دوستای خود میده که چی است؟ فهم کتابشه. کتاب الله رو کی خوبتر میفهمید؟ پیغمبرا، بعد از پیغمبرا صدیقین، بعد از او شهدا، بعد از او صالحین، اولیاء الله، اینا بسیار خوب میفهمیدن. پس این علامت خوشبختی و بدبختی است. ما بسیار کسا را دیدیم که اول داشته و آخر نداشته. چرا؟ عملش الله خوش نکرد. که خوش نکرد توفیق برش نمیده. اگر کلگی اولاد دار است، هیچ کس دانش بسته نیست، کلگی نفقه کار داره، کلگی مشکل داره، کلگی سختی ها را داره. اما کسی را که الله خواست باز او سختی ها را برش چی میکنه؟ آسان میسازه. یک روز پیش یک عالم یک کس آمد برش گفت که والا صاحب من بسیار از دنیا سختی ها را دارم. سعی کنین. گفت در دنیا بسیار سختی ها را داریم. گفت خب چی سختی دارید؟ گفت والا بسیار سختی ها را داریم. هیچ سخت است، مشکلات میشه حل نمیشه. خب از نگاه اقتصادی هم بسیار مشکل دارم. یا عالم برش چی جواب گفت؟ گفت الله متعال میگه که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای حقیقی داشته باشه الله 2 کار برش میکنه. در مشکلات برش راه حل پیدا میکنه و در سختی های اقتصادی برش راه رزق خوب پیدا میکنه. او تو رزق برش میده که در فکر خودش نباشه. برای گفت برادر جان تو که 2 مشکل داری سر تقوای تجدید نظر کن. خود با تقوا میگی لکن متقی حقیقی نیستی. حتما کدام مشکل داری، حتما کدام مشکل داری ما نمیفهمیم. ظاهرت بسیار خوبش است، صورتت بسیار زیبا هست. هر وقت که در آینه خود دیده بگو یا الله همین قسم که چهره من مقبول ساختی سیرت مقبول هم نصیبم کن. حتما صورت خوبش داری لکن سیرتت خراب است. از این خاطر الله تو رو در مشکلات انداخته و راه رزق برای تو باز نکرده. چرا؟ الله متعال وقتی که قانون داد این قانون عام است. و من یتق الله یجعل له
مخرجه. برای چی میگردانه؟ از سختی ها راه خلاصی را پیدا میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، او تو روزی رو برش میرسانه. باور بکنین که هیچ خود انسان تصور نمیکنه، خود تصور نمیکنی که چطور است. ذكر من أهوى فزاد